السلام عليكم، هل أنتم بخير؟ أنا أستاذ أحمد وهذا مترجم. السلام علیکم و رحمت الله. این استاد احمد وقتی که سخن میگوید ما ترجمه میکنیم به لغت تاجیکی. سخنهای استاد ما ترجمه کردن شروع میکنیم. یکم گفتن که السلام علیکم، هل انتم بخیر؟ آیا شما انتم شما میشد بخیر، خوب هستید؟ انا استاد احمد گفت، من استاد احمد هستم میگه. و هذا مترجم، و این ترجمه کننده هست، یعنی که من ترجمه میکنم سخنهای شما را. وأنا فرحان برؤيتكم، لا تنسوا اشتراك ولا تنسوا لایک. میگوید انا فرحان، من خرسند هستم، برؤیتکم، به دیدن شما. رؤیه به معنی دیدن میشه، برؤیتکم، به دیدن شما. لا تنسوا گفته فراموش نکنید چرا؟ اشتراک را. اشتراک به معنی آبو نشیدن میشود. ولا تنسوا لایک گفته و فراموش نکنید لایک را هم بگذارید. یعنی که نحن درسنا فعل الماضي والمضارع والآن نبدأ مكالمة إن شاء الله. استاد میگوید که نحن درسنا، نحن ما میشود، ما درسنا درس خواندیم، الکی گذشتیم، فعل ماضی است. نحن درسنا که ما درس خواندیم، فعل الماضی یعنی که فعل ماضی را، و المضارع گفته فعل مضارع را، و الان گفته و الان یعنی که حاضر. نبدأ مکالمته، نبدأ به معنی که شروع میکنیم، مکالمه گفته سخنگویی را، مکالمه که بین یکدیگر ما سخن میگیم. ان شاء الله یعنی که اگر الله خواهد. من أين جئت وكيف جئت وماذا فعلت في هنا وماذا تفعل في هنا. ماذا تفعل في هنا. این استاد میگوید که من این جئت، از کجا آمدی؟ جئت به معنی که جلست، ضربت، فتحت، فعل ماضی هست. یک مرد خطاب کرده است که من این جئت، از کجا آمدی؟ و کیف جئت، و چی خیل آمدی؟ و ماذا تفعل فی هنا گفته و ماذا و چی چیز، و چی چیز، و ماذا گفته و چیز تفعل میکنی. فی در میشه، هنا اینجا، یعنی که چی چیز میکنی در اینجا. به مانند سوال واری پرسیدستن.